ایکیا یکی از بزرگترین تولید کنندگان وسایل خانه و دکوراسیون در جهان. با تکنیک‌ها همراه باشید تا درباره این برند معروف اطلاعات بیشتری کسب کنید. قبلش از نره ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم روشن کنید تا از آخرین ویدیوی ما با خبر شوید. خب دیگه بریم سراغ ویدیو. شرکت ایکیا در سال 1943 توسط آقای اینگوار کامپراد در سن 17 سالگی تأسیس شد. در زمان تأسیس این شرکت روش فروش محصولات به صورت پستی بود و عموما محصولاتی مثل ساعت، خودکار، کیف پول و قاب عکس و غیره برای فروش وجود داشت. شاید با خودتون بگید هزینه تأسیس و سرمایه اولیه برای تأسیس این شرکت چطور تامین شد؟ باید بگم اینگوار پولی به عنوان هدیه و نوعی جایزه از طرف پدرش به دلیل موفقیت در تحصیل گرفت که توانست با آن شرکتش را تأسیس کند. یکی از کارهایی که اینگوار در ابتدای کار انجام داد فروش محصولات با سود خیلی کم و جذب زیاد مشتری بود و همین باعث فروش زیاد محصولات آن شد و اینگوار برای ارسال محصولاتش به غیر از استفاده از راههای پستی با استفاده از ماشین‌های حمل شیر هم محصولاتش را به مشتریانش می‌رساند. در سال 1948 افراد محلی از کامپراد درخواست کردند تا همون مبلمانی که آنها در جنگل تولید می‌کنند در فروشگاه خود به فروش بگذارند، چون هم کامپراد در روستا زندگی می‌کرد و هم شغل خانوادگی آنها تولید مبلمان بود. بعد از این درخواست کامپراد آن را پذیرفت و سعی بر گسترش و شروع لاین مبلمان داشت. در سال 1951 فروش مبلمان به صورت رسمی آغاز شد و همان موقع ایکیا توانست فروش خوبی از تمام اجناس خود به خصوص مبلمان داشته باشد و همین اتفاق باعث رونق و توسعه خط تولید این شرکت شد. همچنین در سال 1951 شرکت ایکیا تولیداتش را افزایش داد و توانست اولین کاتالوگ رسمی محصولات خودش را هم منتشر کند. در سال 1953 ایکیا اولین نمایشگاه محصولاتش را در آلمهولت سوئد تأسیس کرد و این نمایشگاه خوبی که داشت این بود که مشتریان قبل از خرید محصولات را نزدیک لمس کنند و بررسی کنند. اما در جریان فروش محصولات شرکت دیگر سوئدی که در زمینه تولید مبلمان فعالیت می‌کرد شروع به رقابت با ایکیا کرد و چون هر دو شرکت سعی بر ارزان‌تر فروختن محصول و کیفیت محصول داشتند، در نهایت ایکیا توانست نظر مشتریانش را بیشتر جلب کند. در سال 1955 شرکت ایکیا تصمیم گرفت که به جای فروش مبلمان ساخته شده توسط تولید کنندگان دیگر خودش مبلمان طراحی و تولید کند. این کار باعث شد که ایکیا بتواند محصولات منحصر به فرد با کیفیت و با قیمت پایین‌تر ارائه دهد. همچنین ایکیا در سال 1955 نیز شروع به استفاده از بسته‌بندی قطعات مبلمان کرد. این روش باعث صرفه‌جویی در فضا، حمل و نقل و هزینه‌ها شد. همچنین مشتریان می‌توانستند قطعات مبلمان را خودشان خریداری و مونتاژ کنند. این روش همچنین باعث افزایش رضایت مشتریان شد زیرا آنها احساس مالکیت، خلاقیت بیشتری نسبت به محصولات خود داشتند. در سال 1958 اولین فروشگاه ایکیا در آلمهولت سوئد تأسیس شد که بزرگترین فروشگاه مبلمان در آن زمان بود. سپس در سال 1960 ایکیا برای راحت‌تر کردن تجربه مشتریان از خرید در فروشگاه رستورانی در همان فروشگاه تأسیس کرد که استقبال خوبی هم از این کار شد و باعث ایجاد یک تجربه خوب خانوادگی شد. در سال 1963 اولین فروشگاه ایکیا در خارج از سوئد در شهر اسلو نروژ افتتاح شد و بعد از افتتاح این فروشگاه ایکیا قدرتمندتر شد و توانست 2 سال بعد شعبه دیگری از فروشگاه در سوئد در شهر استکهلم تأسیس کند. با تأسیس فروشگاه‌های مختلف ایکیا قسمت تجهیزات آشپزخانه و پخت و پز را هم راه انداخت و انواع وسایل در این دسته در این فروشگاه وجود داشت. در سال 1969 ایکیا در شهر کوپنهاگ دانمارک و سپس در سال 1973 و 1974 به ترتیب در شهر زوریخ سوئیس و مونیخ آلمان تأسیس شد. سپس در سال 1975 اولین فروشگاه غیر اروپایی ایکیا در شهر سیدنی استرالیا تأسیس شد و بعد از آن ایکیا در شهر ونکوور کانادا میزبان مشتریان بود. در سال 1982 تغییراتی در ساختار ایکیا رخ داد. تأسیس هلدینگ سیکتینگ اینکا و تبدیل شدن ایکیا به زیر مجموعه این هلدینگ و افتتاح باشگاه مشتریان ایکیا به نام ایکیا فامیلی.
در سال 1986 آقای کامپراد تصمیم به کنارگیری از سمت مدیریت می‌کند و به عنوان مشاور در هلدینگ خود می‌شود و بعد از آن در سمت مدیریت ایکیا آقای آندرس موبرگ را انتخاب می‌کند. در سالهای پایانی دهه 1990 ایکیا تعهد خود را نسبت به محافظت طبیعت و محیط زیست را بیشتر کرد، چون از همان ابتدا این شرکت سعی بر حفاظت از محیط زیست را داشت و همچنین توانست وبسایت خود را در سال 1997 راه اندازی کند. ایکیا حتی تا قبل از شروع سال 2000 کارخانه‌های تولید چوب را خرید و با بخش‌های دیگر ادغام کرد، حتی به دلیل اینکه ایکیا وسایل مخصوص کودکان هم میساخت. بخش جدیدی در همین باره در همین راستا تأسیس کرد. حتی در همین سال مدیر شرکت عوض شد. آقای آندرس دالبرگ جوان جای آقای موبرگ را گرفت و بعد از آن تعداد کارمندان شرکت به 50,000 نفر رسید و ایکیا جشنی در قالب بیگ تانک برای کارمندانش گرفت و گفت تمام درآمد حاصل در 9 اکتبر همان سال بین تمامی کارمندان این شرکت تقسیم خواهد شد. با شروع سال 2000 امکان خرید آنلاین به وبسایت ایکیا اضافه شد و ایکیا با سازمان‌های مختلف بین‌المللی همکاری کرد تا در توسعه پروژه‌های آموزشی کشور هند و کشورهای دیگر شریک شود. ایکیا در اوایل سال 2000 تصمیم به تأسیس خط ریل راهن اختصاصی بین سوئد و به آلمان گرفت که در هفته 5 بار این سفر انجام می‌شد. هدف از تزیین این راه برای تبادل مواد اولیه و محصولات بین این دو کشور بود و در سال 2004 این خط ریلی به شرکت دیگر واگذار شد، اما همچنان ایکیا از این خط استفاده می‌کند. بعد از تغییراتی که ایکیا در ساختار خود داده بود، تغییر جدید در سیستم ایجاد شد. تأسیس ایکیا فود، رستورانی از برند ایکیا. در سال 2007 مایکل اولسون مدیر عامل جدید ایکیا شد تا ادامه راه ایکیا با این مدیر عامل طی شود. در سال 2013 بعد از فعالیت‌های زیادی که این شرکت انجام داد و محصولات مختلفی معرفی کرد، توانست به یکی از دستاوردهای مهم دست پیدا کند: بزرگترین تولید کننده پنل‌های خورشیدی در جهان. در همین سال اینگوار کامپراد تصمیم بازنشستگی از هلدینگ ایکیا می‌گیرد تا ادامه راه ایکیا با افراد جدید و شاید حرفه‌ای‌تر طی شود. بعد از آن در سال 2016 ایکیا برای ترویج فرهنگ دوچرخه سواری، کمتر آلوده کردن هوا، دوچرخه‌ای با نام سلادا عرضه کرد که قابلیت این را داشت طبق نیاز خریدار قطعاتش و لوازم جانبی‌هایش هم تغییر کند. در سال 2017 ایکیا با همکاری اپل برنامه‌ای به نام ایکیا پلیس را اضافه کرد. قابلیت این اپلیکیشن این بود که قبل از خرید محصول می توانستید در خانه‌تان یا در محل کارتان به صورت AR یا همون واقعیت مجازی کالای مد نظرتان را مشاهده کنید. در سال 2018 خبری ناراحت کننده به دست شرکت ایکیا رسید. فوت مؤسس این شرکت آقای اینگوار کامپراد در سن 91 سالگی. در حال حاضر مدیر عامل این شرکت آقای جون اسکارل هد است و ایکیا در حال حاضر در 52 کشور شعبه دارد که بیشترین شعبه آن در آلمان با 53 فروشگاه وجود دارد و همچنین تا سال 2009 این شرکت با درآمد 41.3 میلیارد دلاری در رتبه 250 از 500 کشور قرار دارد. خب رسیدیم به چند از دستاوردهای این شرکت طی سالهای کاری خود. 1. رتبه 11 از بین 100 شرکت در حوزه استفاده از منابع تجدیدپذیر و کاهش آلودگی. 2. یکی از اولین طراحهای مبلمان و وسایل دیگر مانند میز که قابل جمع شدن باشند تا فضای کمتری اشغال کنند. 3. قرار گرفتن در رتبه 40 محبوب ترین برندها در جهان از بین 100 برند. ممنون که آخر ویدیو با ما همراه بودید. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و اگر نظری داشتید برامون کامنت کنید. تا تاریخچه و یه تکنوسای دیگه، خدا نگهدار.